بشم نگرد بشم دلم بشم حتی تمامم بیسپیلی تو بمو یمی پلی کی حال می حالا یسی ما جانای کی سر می بالا یسی ما جانای آی سیمای لاجام بشم نگرد بشم دلم بشم حتی تمامم بیسپیلی تو بمو یمی پلی. شیلا نهرور خواننده ترانه‌های فولک گیلکی و ساکن تورنتو کاناداست. او که در گیلان و در بندر انزلی متولد شده، از کودکی با موسیقی این منطقه آشنا شد و اصول و مبانی موسیقی کلاسیک رو نزد یک استاد پیانو به نام خانم اوهانجانیان فرا گرفت. او از سال 1995 به کانادا مهاجرت کرده و در کنار کار زبانشناسی به فعالیت‌های موسیقی مشغول بوده. خیلی باز خیلی همچال میبیم آی سبز سر یا بنفش چشم بر کی حال می حالای سیمای جانای کی سر می بالای سیمای جانای سیمای لاجام بشم لنگرود بشم دلم بشم حتی تبامم بیسپیلی تو بمو یمی پلی. سیمای جان یکی از آهنگای زیبای گیلکی هست که در این حالی که یه آهنگ عاشقانه هست ولی اشاره میکنه به مناطق مختلفی که عاشق میره تا به دیدار اون کسی که میخواد اون رو پیدا کنه و بیشتر شهرهای شمالی رو یکی یکی نام میبره اونجا که بعد میگه که من تو رو در اسپیلی دیدم. یکی از مناطق گیلان هست. شیلا اولین آلبوم موسیقی خودش رو به نام جاودانه‌های گیلان در سال 2008 میلادی به بازار ارائه کرد. آلبوم جاودانه‌های گیلان کارش از 2006 شروع شد تا 2 سال طول کشید. یک سفر زیبا و پرخاطره‌ای هست از مناطق مختلف شمال. با خروسخان شروع میشه. خروسخان او منو مست و مستانه دور از چون مان یگانه و بیگانه جینگه میزنه و از باغ چای گیلان صحبت میکنه. اوی جینگه جینگه جان بگردن بگردن عباره امردک قباره بگردن گیلره امردک دیلره اوی جینگه جینگه جان اوی جینگه جینگه جان و کاکوله در باد میرقصه. کاکوله نکناز مره بخان آواز من ترزنم ساز و ببینیدم ساز کاکوله نکناز مره بخان آواز من ترزنم ساز و ببینیدم ساز. همه اینا رو بهش اشاره میکنه. اینا یک منتخبی از آهنگ‌های ماندگاری بود که من احساس کردم که خودم جمع‌بندی کردم اینا رو در یه مجموعه‌ای گذاشتم به نام جاودانه گیلان و انصافا که اینا جاودانه هستن به دلیل اینکه از نسلی به نسل دیگه اومدن و باید اینا حفظ بشن و در این رابطه آقای امیر رهبر تنظیمش رو انجام دادم و با کمک آقای رضا مقدس ما این رو تمومش کردیم. من این آلبوم رو لازمه یادآوری کنم که تقدیم کردم به فرزندان بی سرپرست گیلان. عمو دختر و ممتی بردن نره جان جان اشرفی گل بیهم تی گردن نره جان جان ایشبا ممتی برجا ایشتن نره آچلی تی خاطر خان بمود می کشتن نره آچلی جان گیلان دول سرامنه اون زر خاک لاب تلامنه
شندرم اون دوخنم ای دیگه میان جا داره چون خدا منه. طلا تراب دیدگاه و توصیف زیبای استاد کابلی بود در مورد گیلان. یک توصیف بسیار زیبایی بود در مورد خاک زرگونه گیلان زمین که طلا تراب، خاک طلایی در واقع که این همه نعمت و زیبایی ازش میاد. و جالب اینجاست که این شعر رو به زبان فارسی و گیلکی با اون تجانس خاصی که شعر باید داشته باشه به هر دو زبان ایشون سرودن و آقای رضا مقدس هم ملودی زیباش رو برام آماده کرد. ساز و نقاره جوم بازار جنبن دل جان جان سیم برو دیل برو ذوق دیدار جنبن دل های جان جان تا ایم خون فتور که تی جولا باز شرنه بسیبت نمه قبزن نورم لکت کفتی گولا باز شرنه بسیبت بتنم قبزن شب هزار چی بره چا کنم من فردگم توشکه با کنم من روز دینمتی چوما پاچه گولا باز دینی با مولال و لب نتنم لبزن من بی من سنم تو می من سنی آخه چی بابا بکار اکه ببیم سبک بار گیما به تیگه بیار هرچی ببیس بی ندارم اگه بگویم بای تدیدار گویم بای تدیدار که درد من بسیار. استان گیلان دارای پیشینه تاریخی کهن و ادبیات و موسیقی بسیار پرباریه. شاعرانی مثل شیون فومنی و آهنگسازان و خوانندگانی مثل فریدون پوررضا و احمد عاشورپور از جمله هنرمندان تاثیرگذار در گیلان بودند. موسیقی فولک گیلان من فکر میکنم که از تمام بخش‌های زندگی میاد. یک بخشش عشق هست، یکیش طبیعت هست، یکی در رابطه با کار هست. فرض بگیرید رفت و آمد، شلوغی بازار، جینگ جان، مردی که ساز میزنه، چنگ میزنه، اون ساز و نقاره‌ای که در بازار نواخته میشه، شلوغی و اون رنگ و بوی بازار در شعر گیلان هست. جمعه بازار جایی بود که فقط داد و ستد در واقع تجاری نبود. اونجا ساز و نقاره بود، اونجا موسیقی بود، اونجا عاشق و معشوق همدیگر رو ملاقات میکردن و وقتی که نشون میده که وقتی اونجا میره و دلدارش رو میبینه چجوری صورت دختر گلگون میشه و اون عشق ساده، همه اینا تو بازار هست. ساز و نقاره جمعه بازار افکنک مرا لرزشی به دل ای جان بعدگاه تو و شوق دیدار غیر از این خیالی نباشدم ای جانان از چه یارای صحبت ندارم با تویی که از دیدنم شبی گلگون رنگت از رو رود چون شبم بود راز دلم از پرده که افکنم بیرون شب کنم عهد و پیمان که فردا با تو گویم بسی درد دلها بر دهانم نگاهت همه روز گردم و زم و لال و بلم نزنم لبها من که مثل تو و تو به مثل منی برگوش میشود کار که میشویم سبکبار کنیم آغاز گفتار هرچه که بیشاید بهر ما خوشاید درد من گویم این بار با خودی نقد و پیمان چوم
مبیدین چشم سرای زلال عشق شیرین ادای آخه چی وسی جمن جدای چره دور بود همی سزای او چو مبیدی چشم سرای زلال عشق شیرین ادای آخه چی وسید جمن جدای چره دور بود همی سزای من چی بو گفتم غیر دعای رخستیم از می خدای چی بو گفتم چی بشنوستی برنی دینی بیشی تیرای گولا نوسی باغ منسی برم بو سوجم بایم تیسای ایتا دیل درم ایتا می جانان خدا ایدنه میاری تایه او چی چرنیه او چی سرسنیه او چیش گوچیه ای پریگ راسنیه باکلو یواز باکوایوس یواز سناتو ویدل باز یابنی دوبری چاست چشم تو روز رفتنم از کنار تو جدا گشتنم میرسد زرا گر نخوانیم میکشد مرا دل گسستنم علم زورق شوق و شور تو گلون لحظه گل نشستنم دریغا دگر گزیری نبود از کمند تو رها رستنم او چو مبیدیم چشم سرای زلال عشق شیرین ادای آخه چی بسی که من جدای چره دور بود همی سزای. شیلا از کودکی علاقه زیادی به زبانها و گویش‌های مختلف محلی داشته و این علاقه در خوندن ترانه‌های محلی کشورهای دیگه از جمله ترانه‌های روسی نمود پیدا کرده. چشم سرا یکی از کارهایی بود که من بعد از اینکه آلبوم جاودانای گیلان رو تموم کردم روی اون کار کردم و این آهنگش در واقع اوچی چورنیه یا آهنگ کلاسیک روسی هست و ریتمش تقریبا نزدیک به همون ریتم والسی هستش که بقیه کارها هست. در واقع اوچی چورنیه به معنای دارک آیز، چشمای سیاه، چشم سرا هم از چشمان یار میگه، منتها هم به زبان گیلکی میگه و هم به زبان فارسی. من از اونجایی که در رابطه با مسئله کار اصلیم با ملیت‌های مختلف در ارتباط هستم و رشته کاری من لینگویستیک یا زبانشناسی است، اصولاً به گویش‌ها و لهجه‌های محلی و زبان‌های مختلفی که در دنیا هست علاقه خاصی دارم. برای من زبان‌ها و گویش‌ها یک دنیای جدید و جالبی هستن هر کدومشون. من همونطوری که خودم در ارتباط با موسیقی اسپانیایی، ایتالیایی، روسی اینقدر ارتباط خوبی ایجاد میکنم، احساس میکنم که این ارتباط متقابل هست و چرا نه که ما موسیقی فولک خودمون رو به نحوی که به اون گونه که هست این رو نشون بدیم و ارائه بدیم. اوچی چورنیه اوچی страстнее اوچیش گوچیه и прекраснее, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я
javni tu brichas. Lai, lai, lai.